مهمانی به نام قصه. وقتا قصه سرزده میآید سراغت. از را بری اون با آد میآید و از را بسینی اینقدر میآید قصه نرزیدن ده خودت نفس کشیدن بلات سخت می‌شود. شاید بخوای قایمش شدی و شاید بعضی وقتا ببینی خودت به قصه تقوی شدی و با هم مهربون باشین. سبت از اون ندستی و براش عشق می‌ذارن و ازت بخواید بهت بگوید از کجا اومدد و سیگار دارد. اگه حرفایمو نفهمیدی بشینین و دیدی نکین. شاید داره خودتون انجام بدین. دارید دوست دارین مثل نقاشی رسیدن، مثل موسیقی گوش دادن، مثل شیرینی با گاگائو، مثل خورنتی خوردن، مثل از این دارا. شاید قصه دوست نداشته باشه، دوی خونه بمونه و از دست بخواید بریم بیرون، بریم جنگل با هم بگردیم توی جنگل و صداهای رو گوش بدویم. شاید میخواد قصه محترم بشه، اونم مثل بقیه 22 زاد داره. بعد شب میخوابی دنا نیست. شاید صبح میشی قصه رفته باشد و ناراحت نباش و امروز یه روز جدیده.